امروز نیز سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت ادامه یافت. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه شوله دهاتی به نام باقی رحیمزاده ناحیه رشت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 را به استفاده دادند. گزارش خورشید نجمی‌الدین و محمد سعیدی کمال. 22 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه‌های وادی رشت در دهاتی به نام باقی رحیمزاده دهه شوله ناحیه رشت مؤسسه تحصیلات رقم 35 را که در میدان عمومی 720 متر مربع بنیاد گردیده است به استفاده دادند. باید گفت که بینای مکتب همین دهه که سال 1975 ساخته شده بود با گذشت سالها کهنه و فرسوده و صدمه‌ای گردید. با افزایش شماره اهالی مشکلات نارسیدن جای نشست نیز برای خوانندگان به میان آمد. بینای نو از 2 آشیانه عبارت بوده با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطندوست فیض‌الدین ضیاءالدینов بنیاد شده است. در دوره دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان من همچنین یک صاحبکار اقدام گذاشتم که چون مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 35 را بنیاد نمایم. البته ما دارالشورای عمومی وطن از ما تاجیکستان سامی خود را می‌گذاریم. ساختمان بینا ماه نوامبر سال 2019 آغاز گردیده ماه سپتامبر سال جاری به انجام رسیده است. در آشیانه یکم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 6 صنفخانه، آشخانه، حجره آموزگاران، حجره کاری دیرکتور، لابراتوری کیمیا و فیزیکا و در آشیانه دوم آن 5 صنفخانه و 2 صنفخانه کامپیوتری، تالار مجلسگاه با 135 جای نشست، کتابخانه جایگیر می باشد. ما خوانندگان منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که به ما چنین مؤسسه زیبا و زمانوی که با تمام تجهیزات جهازانیده شده است هدیه نموده. ما جواباً به این غمخواری جناب عالی وعده می‌دهیم که نسل نورس زباندان شده به وایه می‌رسیم و سهم ارزنده خویش را در پیشرفت آبادانی و معرفی وطن عزیزمان به جهانیان می‌گذاریم. من خوشبخت از آنم که زاده دوران استقلال هستم و در فضای صلح و ثبات کشور محبوبمان تحصیل و زندگی میکنم. ما نسل آینده ساز ملت از آن میبالیم و افتخارمند و شکرگزاریم که چنین یک سرور غمخوار و معرفت پرور خیرتمند و سیاستمدار جهانی نصیبمان گردیده است و وطن بهشت‌آسا و آینده زیبا را برایمان تقدیم گردانیده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 برای 340 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شده است. مؤسسه مذکور با میز و کرسی های استحصال وطنی تامین می باشد. ما از جناب عالی شکرگزار هستیم که به ما خوانندگان چنین یک مؤسسه محتشم و برهوا دارای کابینت و آموزشگاه مجهز تعلیمی هدیه نموده است. ما خوانندگان در نوبت خود وعده می‌دهیم که علم‌های دقیق را از بر نموده بهر پیشرفت مملکت عزیزمان سهمگزار باشیم. امروز باعث افتخار و سرفرازی است که محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مؤسسه ما تشریف آورده بینای نو و زمانوی را افتتاح نمودند. امروز در مؤسسه ما تمام شرایط‌های زمانوی مهیا ساخته شده است و ما آموزگاران از این می‌بالیم. با بنیاد گردیدن چنین یک انشاءات معاصر تعلیمی 18 نفر آموزگاران محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. امروز بسیار روز فرح‌انگیز و باعث افتخار سرفرازی ما کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مؤسسه و اهل دیه می باشد که روز 22 سپتامبر با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان مؤسسه نو افتتاح گردید که این مؤسسه از هدایت‌های سازندگی و آبادانی جناب عالی که یکی از جوانمردهای بسیار سخاوت‌پشه و اصیل دیه الهام گرفته دست به همین اقدام نجیبانه زد و همین مؤسسه بسیار زیبا و برهوا را برای ما ساخت. مؤسسه نو امکانیت داد که هم تعلیم و تربیت خوبتر شود و هم باز یک چند نفر آموزگار دیگر صاحب جای کار شود. ما خوانندگان از آن شکرگزاریم که چنین وطن زیبا و بهشت‌آسا با راهنمایی و سروری پیشوای ملت آباد و زیبا گشته کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
гаштем. мо як ватан дорем ки номаш тоҷикистон мебошад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин ҷо бо омӯзгорону хонандагон суҳбати озоду самимӣ анҷом дода онҳоро барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худогоҳӣ худшиносӣ ватандӯстӣ ватанпарастӣ ва омӯхтани илмҳои муосир ҳидоят намуданд. хуршедаи наҷмиддин, маҳмад саиди камол, умари сафар аз ноҳияи рашт.